جدید 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 داخل است. صبر کن خالایشا، صبر کن. جدید باشو. جدید 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 جدید. قسم میخورم من این کارا نکردم خالایشا. بکش کوردی تا بکش. مادر خیریت باشه. مادر قدرت مادر من این کار نکردم. مادر بچه کدام کار اشتباه نکرده نیست؟ قسم میخورم من این کار نکردم مادر. این گناه من است مادر. این کار من نکردم. درست است بچیم درست است. بیادر کاکا ایلوکو مرا. من باید داخل برم. بیادرم در داخل است. کاکا لطفا ایلوکو مرا. بیادر کاکا بیادر من نجات بده در داخل است. بیادر جدید بچه تو کجا هستی؟ بیادر اسما کاکا ایلیف کنین. ما بیادر من نجات میدم لطفا. کاکا جدید منطقه کتنجیانی اثرکومی میگذارم آرام باش. بیتوزا کاکا لطفا. زحل باید زنگ زدی؟ بله زنگ زدم حالا میرسن. بیادم کاکا جان لطفا بیادم من نجات بده. کاکا جان برای نجات بده. بیادم مادر خالایشم داخل است. جدید بچه چشمات باز کن. جدید جان مادر چشمات باز کن. خدایا تو همراه ما کمک کن. خدایا تو کمک کن. جدید بچه چشمات باز کن لطفا. جدید بچه چشمات باز کن لطفا. بچه لطفا چشمات باز کن لطفا. جدید چشمات باز کن بخیر. جدید بچه چشمات باز کن لطفا. جدید مردان نمان لطفا چشمات باز کن. بچه لطفا چشمات باز کن لطفا. بچه جدید چشمات جدید بخیر.
باچم بیادر 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 خدای 1000 بار شکرت. جانان حل از اون که آبیار خالایشه خالایشه از اینجا گم شو اگه نبرد خوب نخواهد شد. حتما میترسی لعنتی، حتما میترسی. زندگی برای تباه کردی احمد. تقصیر تو زندگی برای تباه ساختی. از خاطر تو شده دیگه نمیتونه فوتبال بازی کنم. تو برای تیلا میکنی ها. بگی قدرت بچه تو چی کردی؟ قدرت تو چی کردی بچه؟ چطور مادر؟ مامورت کن یا مادر اینجا بیا. مادر کمک کن یا اینجا گم شو. مریلو نکن مادر. اسما تو چی کردی دختره؟ او را باید از بین بردم مادر. انتقام بیادر من گرفتم. قدرت مادر جان کمکم کن مادر. حالا مادر بیا مادر مادر لطفاً کمک کن. گفتم بیا لعنتی. درست است خلاص شد. آرام باشین خانم. جدن بچه من همینجا هستم خالایشه. از خاطر همه چیز تشکر. به خاطر شما من زنده هستم. خانم نفسهای عمیق بگیرین. زنده باشی بچه. خالایشه خداوند از شما راضی باشه. شما بیادر من نجات دادین. اگر شما نمی بودین زنده باشید دخترم. خاله جان شما فعلا خوب هستین اما باید استراحت کنین. ما حالا میریم. اگر به کدام چیز ضرورت داشتین با ما خبر بدین. درست است. بفرمایین شما را همراهی میکنم. خب بیادر این آتش چه قسم در گرفت؟ زنده باشی دخترم. هم خطر بس است. البته دیگه این کارم تو انجام داده بودی نی؟ ای دیگه چه قسم گپ است؟ باز تو شروع کردی اسما؟ اینجا بیا. این بار این جای فرار کردن نمیتونی. اسما اسما کجا میری؟ این
چی کار تو است نه؟ چی کارم است؟ جواب بده. یادش سوزی کار تو بود نه؟ الایم که ما چیزی نکردیم. برام دروغ نگو. اگه این گپ است باز پیش تو بیادرم چی میکردی؟ برام جواب بده قدرت. اسما تو چی میکنی؟ نه که دیوانه شدی دخترم؟ با موتر زدیش دلت یخ نکرد؟ تا وقتی که جانشو نگیری دلت یخ نمیکنه؟ بس از دیگه به خود بیا اسما. گپ ده سنجیده بزن. اگه به سرتان کدام مشکل بیایه باز یه خانه قدرت میگیرین. در اینجا چی گپ از زحل؟ آتش سوزی کار قدرت بود کاکا. اسما گفتم چتیات گفتنه بس کو. راست میگه؟ ما چیزی نکردیم پدر. طرف مسائل که آدم واره جواب بده. ترگوت لطفاً کمی آرام باش. قدرت طرف مسائل که آدم واره جواب بده کار تو بود. ترگوت قربانت شم به خود بیا. بس از دیگه هر مصیبتی که به سرشان بیایه یه خانه قدرت میگیرن. هیچ نفهمیدم از بچیم چی میخواین ترگوت. گفتم تو مداخله نکن زحل. حالا گپ بزن. زبانت قرد کردی؟ از تو میپرسم آتش تو زیر تو انجام دادی؟ گناهی بچه ما بگردنت نگی. قربانت شم تو نکن. لطفاً الهش کن. قدرت راست میگه. او کدام اشتباهی نکرده. زحل راست میگه. ناق گناهش با گردن میگیری. شما چی میگین خالایشه؟ شما دیدین که قسم گفتم میرین؟ البته که دیدم دختره. من در بیرون شیشته بودم. بعدن او خانه را آتش گرفت. خدا را شکر که قدرت سر و صداقت و مام شنیدم. قدرت شما دروغ میگین. مطمئن هستم که شما میفهمینی کار قدرت است. اما چرا از قدرت طرفداری میکنی خالایشه؟
معذرت میخوایم، نمیخواستم بیدارتان کنم. قدرت بچه، من میخواستم تشکری کنم. شما مرا نجات دادین. اگر شما نمی بودین باز از ما و پدرم مرا توهین میکردن. صبح بخیر، شام بخیر تیر شد. چی شده؟ به نظرم بیگناه بودن قدرت خوشت نامد. چطور؟ ای گپ برات یک درس باشه. از این به بعد دیگه آب ندیده موزر از پایت نکشی خورترک. فقط که خانش باشه. باز به شرمانه دروازه را بریم بسته میکنه. قدرت خیرت باشه. بازی بچه کجا رفته؟ تو کدام کار نکردی که نجاتت بدم بچه؟ شما راستی سر باور میکنین؟ یعنی که من بیگناه هستم؟ البته که باور دارم. چطور باور نکنم بچه؟ چطور مثل بیدرت است. باز آدم چطور میتونه با قاره به خود ضرر برسانه؟ تو بریم بگو. پدرم مرا از پانتون کشید. ما عصبانی شدم. بازم تو پیش چتن رفتم. بعدش هم رای چتن گفتگو کردم. خدا من نجاتش داد. خدا رو شکر که به او ضرر نرسید. خاله عایشه میفهمین شما بسیار زن خوب هستید. زنده باشی بچه. خوبی است خودت. راست میگم شما بسیار زن خوب هستید. از خانواده‌ام که شما زیاد متوجه بودید. مسئله حادثه و حال آتش سوزی همیشه همراه ما بودیم. از اینکه پشت بچه من بگیره هیچ خسته نشد. نمیفهمم باز برش چی گفته میره. به خاطر ما با همگی مقابله کردیم. با وجودی که نمیفهمیدی کار درست انجام دادیم یا نه. حتی مرا درست نمیشناختی. فقط نام مرا یاد داشتی. در خانه ما همگی همراهیم. قسم رویه میکنن که یک بچه به درد نخور هستم. اما تو مثل که اولادت باشم قدر و عزت مکدی. ارزشش ندارم خاله عایشه. من ارزشش ندارم. کسی هیچ وقت نباید برای من خوبی کنه. این چه قسم گپ است بچه؟ تو ارزش هر چیز داری. تو اسما، چتن، سحر، همگی تا لیاقت بهترین ها را داریم. آی زن چی میکنه؟ قدرت بچیم تو ده اینجاستی؟ نمیخورم، گشنه نیستم. یعنی چی که گشنه نیستی؟ دیشب متوجه بودم هیچ چیزی نخوردی بیادر جان. حالا دیگه به خاطر ما یک لقمه بخور. اینقدر شلن نشو اسما. من خود طفل نیستم، نمیخورم. حالا بیادر همه چیز برام دانه دانه قصه کن. چه قسم آتش سوزی شد؟
اونجا خاطر سوزی خود به خود در نمیگیره. حتما کدام اتفاق افتیده. نمیفهم اسما، نمیفهمم. ما او خوابیده بودم. در ضمن مامورین اطفایی هم گفتن که به خاطر بخاری بوده. چرا هنوزم میپرسی ها؟ در کوچه سن چپ خود نزن بیادر. این کار قدرت است نه؟ پیشم از لوده دفاع نکن. من خوب میفهم کارم و احمق است. من مطمئن هستم قدرت و آتش سوزی را نکده. این موضوع طولانی نساز لطفاً. من کاملا مطمئن هستم. او حادثه را قصداً انجام داده بود. خب دیگه آیا به خاطر آتش سوزی هم به شاهد ضرورت است؟ او میخواهد تو را می قسم از بین ببره. چرا متوجه نیستی بیادر جان؟ درست است، تو را درک میکنم. بچه کاکایت از دلت میسوزه. باز تو مداخله خالایشه را بیبی. هر دوتان بچهش پای مسته کرده برم دروغ گفتین. دیگه از او آدم بی عقل پیش ما دفاع نکنین بیادر. سرایش خاله گپ نزن اسما. ما فعلا نفس میکشم و خوب هستم. اگه خالایش داخل نمیشد و مرا نجات نمیداد، باز من حال زنده نمی بودم. خدا را 1000 بار شکر، جان ما اونا نجات دادن. هرچی کنم نمیتونم حقش ادا کنم. خالایش با ما بیگانه نیست، او از خود ماست. او جان خود در خطر انداخت و خواست که مرا نجات بده. اگه خالایش قصد جان مرا میداشت، باز مرا نجات نمیداد. لطفاً دیگه نمیخوایم درباره خالایش چیزی بگویی. اگه نی باز از تو خفه میشم اسما جان. در اینجا چی میکنین؟ از خالایش تشکر میکردم، چون اگه او نمی بود باز از پدرم و از ما نجات پیدا کردن نمیتونستم. نیاز به تشکری نیست. من فقط کار درست انجام دادم. اگه به بیگناهی تو باور نمی داشتم باز هرگز کار نمی کردم بچم. خدا خیرت بده عایشه جان. اما اگه تو هم نمی گفتی ما خود ما میفهمیدیم که آتش سوزی کار قدرت نبوده. بچه من قصدن به هیچ کس ضرر رسانده نمیتونه. به هر صورت حالا بچه‌م تو هم برو لباسایت تبدیل کن. تو هم به خاطر مشکلات رفتن نتانستی چنار. تکتت هم سوخت اما مشکل نیست. من به راننده میگم که برای تکت بگیره. اگه خواست خدا باشد تا چند ساعت دیگه حتما دمالات یا خود بودی. اسما از خود بسیار کار داره. تو هم بسیار مصروف هستی. به خاطر مراقبت چندین وقت نداره. تا وقتی که بچم خوب شوه یک چند روز دیگه اینجا می باشم. یک قسم به شما کمک میکنم. امکان نداره چنار. یعنی اگه سحر تو را در اینجا ببینه بد میشه. میترسم که از روی عصبانیت از دهنش کدام چیز نبرایه. قربانت شم شله نشو. هر قدر میخوای مداخله نکنم اما نمیشه. تو کارت درست نمیکنی. خاک از یک جای میگیری با دیگه جای میبری. کسی کار همه قسم میکنه. از او کده هیچ کار نکن. کار هستی؟ دروازه است. از خاطر تو یکی پشت دروازه ماند. حالا ببین. ببین که کیه؟ یلدز جان خوش آمدی. بیا بفرما جانم بشین. با خاطر قهوه نوشیدن آمدم، کمی با هم کف میزنیم. خوب کردی که آمدی. از دیدن چهره خسته کنه بعضا بیخی به بینی رسیده بودم. نیاز داشتم چهره خندان تو را ببینم خواهر. قهوه‌تان شیرین باشه مت نیست؟ بله جانم. دختر باز مثل آب میوه آماده‌اش نکنی. قهوه‌اش زیاد باشه. اگه قهوه‌اش زیاد باشه ضرر داره مادر. از این خاطر کم مندازم. تو هم هر گپا چقدر من میزنی. چرا گپا نمیفهمی؟ یا قهوه‌ش کم مندازی یا زیاد. برات میگم که متوسط باشه.
میبینی حتی یک قهبرم آماده کدره میتونه. اولا تو هم در جنجال هستی خواهر. خداوند هدایتش کنه. خسته نباشین آقا خلیل. زنده باشین. خیریت باشه. چطور که اینجا آمدین؟ با عمر گپ زدن نتونستم. با دفترم نامد. فکر کردم که شاید اینجا باشه. عمر اینجا نیست. آقا خلیل نمیفهم شما خبر دارین یا نه، اما عمر میخواد شراکت ما را از بین ببره. متاسفانه بعضی چیزا را غلط درک کرده. به خاطر یک گفتگوی ناق شراکت ما را میخواد از بین ببره. لطفاً برش اجازه ندید. اگه شما امروز گپ بزنین گپ شما را گوش میکنه. بیبی دخترم، تا امروز هرگز با بچه‌م نگفتم که این کارا کو یا این کارا نکو. عمر هر کاری که کنه چیزی نمیگم. با تصمیمش احترام قائل میشم و همیشه حمایتش میکنم. آقا خلیل گفتن قهوه خانه را مفروشی خیریت باشه. با بچه‌م یک دفتر نو باز میکنم. از این خاطر مفروشم. ما هم دیگه خسته شدیم. ظاهر شده این دیگه جوانی گذشت. راست میگی به خدا. کار خوبی میکنی. تبریک باشه. با سلامت. دفتر گناهایم واقعا پر شده. قبل از اینکه بمرم با آتش جهنم دست و پنجه نرم میکنم. درد میکشم. مصیبت، درد و رنج هر روز زیاد شده میره. کاش دستم میشه که ستوره نمیکشتم. اولادات یتیم ماندن، بی پدر و بی مادر. اما من حتی با یک وعده خود وفا کردن نتونستم. عهد کرده بودم از اولادات نگهداری میکنم، اما من از اونها مراقبت کردن نتونستم. حتی یک کار ساده را نتونستم. خانم عایشه، لطفاً یک بار بیاین تا با هم گپ بزنیم. صالح، ازت میخوای مرچی عاجلی یک تیکت بگی. باید امشب ای زنه از اینجا روان کنیم. فهمیدی؟ درست است خانم. حالا دیگه جلکو. چی شده ایپک؟ چی میگی؟ خواهر تو خود گفته بودی که یازنیم امروز گپ زده او را قانع میسازه. عمر هنوزم از تصمیم خود منصرف نشده. شال است که شراکت از بین ببره. هر کار کردم مانع شده نتونستم. دیوانه خود شدم خواهر. مبالغه نکن ایپک. با هم دیگه گفتگو کردین و تا 2 روز دیگه پس اشتیخات کردین. تشویش نکن. عمر هیچ جایی نمیره. از تو کده شریک خوب پیدا میتونه. تو هم متفکر کن. این موضوع بسیار جدی شده. پدرش قهوه خانه خودم مفروشه تا با پول او با عمر یک دفتر جدید باز کنه. آفرین. پس آقا خلیل میخواه هوشیاری کرده به این بهانه بچه خدا از ما دور بسازه. درست از جگر خون نباش. من امرایی از نیت گپ میزنم. او حتما عمر قانع میسازه. خواهر لطفاً به او بگو که عمر قانع بسازه. اما دیگه هیچ چاره ندارم. با من اعتماد کو ایپک. وقتی که میگم حلش میکنم باز حلش میکنم. درست از خداحافظ. روز خوش. بیبی شنار، میخوایم برات بعضی گپای مهمه بگویم. درباره آتش سوزی بعضی چیزها را باید بپرسم. فکر میکنم از من یگان چیز پت میکنی. راست میگم نه؟ چرا باید کارا کنم بیادر؟ هر چیزی که دیدم همون رو برات گفتم. قدرت از طفولیت تا حال با چتن حسودی میکنه. ما عادت کردیم با یک قسم موضوعات خرد و کوچک هیچ وقت اهمیت ندادیم. گفتیم بزرگ میشه و عقلش در سرش میاد. اما حال دیگه از حد گذشته. مخصوصا بعد از او حادثه. با وجودی که بچه ما است، اما از او کم کم میترسم. مطمئن هستم آتش سوزی هم کارو همو بوده. اگر یک قسم است، پس از قدرت حمایت نکو تا من بفهمم و بتانم در آینده از این تو حادثات جلوگیری کنم. قدرت هیچ کار نکده بیادر. او به مهربانی، حمایت، شفقت و محبت نیاز داره بیادر. باز اگه او میخواست چتن از بین ببره یا خانه را با آتش بزنه از هم اولتر من خبر میشدم. چرا باید از قدرت حمایت کنم؟ قدرت کاملا بیگناست. من بچه من میشناسم چنار. با من فکایی نگو. قدرت ای حادثه بیگناست بیادر. به خاطر که کمک کنم من خودم او رو صدا کردم.
تو چرا اینقدر از قدرت طرفداری میکنی؟ همچنان از چتن با وجود توی کاری که در حق بچه تو کرده. زندگی فوتبالی بچه تمام شد. اگه به جای تو کس دیگه می بود زندگی رو سرش تاریک می ساخت. چی شده؟ درباره چی گپ می‌زدین؟ ما دیگه میرم بیادر. نباید عمر از دست بدم. هر قسمی که شده باید قلبش به دست بیارم. ایده ای وقت دیگه از کجا شد؟ این پر گفته سر من درد خود گرفت. خانم پیک، روز شما بخیر. من منتظر آقا عمر هستم. باید یک موضوع را برش بگویم. دروازه را زدم اما کس جواب نداد. چی وقت خود آمدن؟ آقا عمر نیستم، آمد را کمک کده میتونم. مشکل تو چیه؟ از اول تا آخر برام قصه کن. خیرت باشه پدر جان، چرا من اینجا خواستین؟ بله یک چیز رو نشان میتون. درست است، هم زیاد وقت ندارم. تا نیم ساعت دیگه باید در محکمه باش. زیاد طول نمیکشه، بیا دیگه. سلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدین آقا خلیل. خوش باشین. این بچه‌م عمر است. برات گفته بودم یک وکیل بسیار موفق است. خوش شدم. من محمود هستم. ما هم خوش شدم. خب چطور است؟ خوشت آمد؟ دفتر نوت اینجا خود بود بچه‌م. گرچه چند جای دیگر هم دیدیم اما اینجا بسیار خوشم آمد. درست است، اما اینجا بسیار قیمت است. تو در این مورد فکر نکن. مهمی است که خوشت بیایم. اگه خوشت آمد دیگه شبان به من. خدا مهربان است بچه‌م. این کارا چطور کردین؟ اینقدر پول خو نداریم. پولش چه قسم خود پرداختی؟ با ما اعتماد داشته باش عمرم و در این باره تشویش نکو. گفتم که حلش میکنم، فقط این را بگو که خوشت آمد. البته که خوشم آمد، بسیار مقبول است. ترگوت امرای عمر گپ نزدی، آل بیا پوره کو. او خلیل در ذهن عمر ای گپا را جای داده که شراکت خود از بین ببره. طبعا منتظر همین فرصت بود، میخواست بچه خود از ما دور بسازه. او حتی قهوه خانه خودم فروخته تا بچهش دفتر بگیره، یعنی میخواد هر چی زودتر بچه خود از ما دور کنه. ترگوت قسم یک گپ نیست، اپی گپای ناق زده. نه خیر ترگوت، رفته همراه خلیل گپ زده و همه چیز شنیده و با چشمای خودم دیده. ترگوت عمر بهترین مهره ماست. این شراکت از همه بیشتر به نفع ما است. اگر در مقابل چشمای ما باشه باز خلیل میترسه و به ما ضرر رسانده نمیتونه. اما اگه از اینجا دور بره جرأتی رو پیدا میکنه که تو برای بچه نارنامه نوشته کنه. باز وقت تباه میشیم. باید یک کار کنیم. فهمیده شد. خلیل باید دوباره اخطار بتم. یک گوشمالی خواد دادمش. فردا وقتی بیایم تر نمیخوایم اینجا ببینیم. اگر ببینم کاری را که خانم بابایم انجام نداد من انجام میدم. چطور این کار کنم؟ وقتی که قدر به مادر خود ضرورت دارن، وقتی میتونم برشان کمک کنم با چطور ایلاشان کده برم بدونی که بیگناه خود ثابت بسازم میرم. این بیشتر مرا رنج میده. اگه او خلیلی احمق پیدا میکدم تا وقتی که اعتراف نمیکد یا خانش اعلان نمیکدم. تو کجا هستی خلیل؟ کجا هستی؟ اگه نمیخواستی خدا نشان بدی باز چرا اون نامه را برم نوشته کدی؟ چرا مرا قدر امیدوار ساختی؟
حالا پیش قدیر برو، منتظر خبر ما باش، درست است؟ ما برات زنگ میزنم. مطمئن هستین که مشکل ما حل خواهد شد؟ اگه بفهمی که تا امروز از دهن چی کسایی گپ گرفتیم تعجب میکنی. با من اعتماد کن، حلش میکنم انشالله. بعد از خدا، آخرین امیدم تو هستی. تو کی هستی؟ چی میخوایی؟ با دیدن شما آمدیم. دیوانه هستی یا تو؟ از خانه‌ام گم شو. پس خانم فاطمه مشهور شما هستین. وقت طرف شما میبینم فکر میکنم یک زنه بسیار خوب هستین و نیت بسیار پاک دارین. اما من میفهمم که باطنت چقدر کثیفه. درست قسمی که تایفون گفته بود هستین. تایفون نگه کیست؟ تو دیوانه شدی؟ توبه ناقص از خود دفاع نکنین. من مثل عروس سادتان گپ دادن نمیتونین. من میفهمم که با تایفون چی معامله کردین. با من همه چیز گفته، چون من دوست دخترش هستم، از من چیزی را پنهان نمیکنه. ای که با تایفون پول دادین، بالای بهار تهمت کردین و ادعا کردین که بچه‌تان فریب میده. همه چیز من میفهمم. تو از من چی میخوایی؟ همراه تایفون گپ زدم و تصمیم گرفتم پولی که دادین کفایت نمیکنه خانم. اگر میخوایی که خاموش باشم باید کم دگان پول بتین. در غیر صورت من همه چیزه به بچه‌تان میگم. درست است. هر قدر میخواهین میتم. کافیست که قدیر حقیقتا نفهمه. فکر کنه خانمش فریبش میته. ما دیگه چیزی نمیخوایم. بیازو به خاطر نجات یافتن او زحمت کشیدیم. به خاطر چشم گشنگی تایفون نمیتونم این زحمات از بین ببرم. ما به کم وقت نیاز دارم. به خاطر که پول به دست بیارم باید زمینای خود بفروشم. بسیار زیاد تشکر میکنم. روزتان بخیر. باز خود دیدیم. باز خود دیدی. به زودترین فرصت کارت رونق پیدا خواهد کرد. بیازو به خاطر او دختر برکت از کارت رفته بود. قسمی به خیرت خواد بود جان پدر، مطمئن باش. انشالله پدر جان، هرچی که خیر ما باشه هم باشه. اگه خواسته باشین امرای ما بیاین تا دکان برسیم. رای خودت دراز نساز. به محکمه نو وقت میرسی. من پیاده میرم. هر قسمی که راحت هستین پدر جان. پیش رویت خوبی بچه. السلامه. خدایا 1000 بار شکرت. بچه‌م بالاخره از دست او مردم نجات خواهد یافت. بفرما چی میخوایی؟ ما میره از تو میپرسم تو چی میخوایی؟ در اصل تو چی میخوایی؟ شنیدیم که باز یگان کارهایی را انجام میدی. فکر نمی کنم لازم باشه گپای خدا تکرار کنم. شراکت بچه‌ت با اپک از بین ای که بچه من همراه کی کار کنم مربوط تو نمیشه. چرا همه چیز از بین میبری؟ اولادا خب با هم خوش بودن. پس اجازه بده به کار خود ادامه بدن. تو هیچ مداخله نکن. وعده این وعده است. اگه تو دهن خدا بسته نگاه کنی به اونا ضرر نمیرسه. اما اگه بخوای با دور ساختن بچه‌ت همه چیزا برملا بسازی اشتباه میکنی. اینو فراموش نکن. در گردنم زنجیر انداختی. زندگی مرا تباه ساختی. با وجود همه بازم برای چیزی نگفتم. صرف به خاطر که بچه‌م یک زندگی آسوده و آرام داشته باشه. ما با وعده‌ای وفا کردیم. تو در زندگی ما مداخله نکن. زندگی ما و بچه‌م دیگه مربوط تو نمیشه ترگوت خان. چی میگه؟ ما چه بگوید دیگه؟ فکر میکنه با مزد کده میتونه. اما اینقدر آسان نیست.
با این آسانی ها خدا به خلیل تسلیم نمیکنم. یک راه پیدا کرده او را قانع می سازم. قدیر اینجا چی میکنی؟ تو باز با کدام روی اینجا آمدی؟ قدیر خواهش میکنم مگه پایم گوش کن. برات ثابت میسازم که بیگناه هستم. برام یک فرصت بده. دیگه نمیخوایم ببینم. ما دیگه کسی را به نام بهار نمیشناسم. بله خانم پک. بهار پیش قدیر استیاموز نیست؟ بله من حلش کردم. بلند بزن تا قدیرم بشنوم. قدیر بیبی یک بار به حرفای خانم پک گوش کن. او برد همه چیز واسه خود کن. بله قدیر حالا گوشایت خوب باز کن، چون بعد از شنیدن این گپا متعجب خود شدی. درست است. هر قدر که میخواین میتون. کافی است که قدیر حقیقت نفهمه. فکر کنه خانمشون رو فریب میده. من دیگه چیزی نمیخوایم. بیازور به خاطر نجات یافتن از او زحمت کشیدیم. به خاطر چشم کشنگی تایفون نمیتونم این زحمات از بین ببرم. من به کمه وقت نیاز دارم. به خاطر که پول به دست بیارم باید زمینای خودم بفروشم. پس ما تا حالا نقطه را زجر دادیم بهار. آقا عمر هم کوشش کرد که بفهمانه، اما اقدر دیوانه شده بودم که باور نکردم. حداقل به گپای تو خود باور میکردم بهاره. معذرت میخواهم، مرا ببخش. همی که تو حقیقت قبول کردی، با ما باور کردی، ما میتونم همه چیزا فراموش کنم. خدا شما راضی باشه خانم پک. خانم پک، ما را متوجه بزرگترین اشتباه زندگیم ساختیم. کم بود زندگیم تباه شود. خدا شما را خوشبخت بسازه. خب دیگه این موضوع همینجا بسته میشه دوستم. اگر عمر می بود هنوزم یک قدم پیش نمیرفتیم. خوب شد که بالاخره تونستم کمکتان کنم قدیر جان. من در راه هستم، حالا به دفتر میرم. باز میبینیم. زنده باشید. تو باید خدایت شکر کنی. عروس تو خیلی احمق نیست، بسیار مؤدب است. ایره بیبی بیخ امروز به تنگ آمدیم. خداوند نگاه ما کنه خواهر جان. انشالله که عروس مام به اینجا قسم نشه. خانه ما را جهنم ساخته. با خشوع و شوهر خود احترام نداره. از رسم و رواج هیچ چیز نمیفهمه. از هیچ چیز خبر نداره. بسیار مغرور است خواهر. راست میگین، سایه مادر بالای سرم نبود. این همه کاراش کفایت نمیکرد که بعد از 20 سال دوباره پیش ما آمد. اگر هنوزم نرفته باشی، ای بار از دستت گرفته تو را بیرون خواهد کردم. تازه از کار بیکار شدم خواهر جان. اسما خواهر نمیخواستم بگویم اما بالاخره خود فهمیدین. چی شده؟ کدام چیزی شده؟ دیشب در خانه ما آتش سوزی رخ داد خواهر. بیادر مام در داخل بود. چی؟ تو چی میگی اسما؟ جدن خوب است؟ بله خوب است خواهر، تشویش نکنین. خدا را شکر نجات یافت. ما هم یالا میایم. درو عاجل اینجا بیا، دخترم خانه ما ماید میریم. باز چی شده؟ دیشب در خانه ما آتش سوزی شده. چتنه با مشکل نجات داده. درو تو کجاستی دختره؟ دخترم کسی مهمان مانده جای میره. هنوز برش یک چایم نوردی. درو صدای من نمیشنوی؟ رسامی میکردم تستای من ششتم. درست است، عاجل بود تا بپوش. حالت کچلکو سرتفل چیخ نزن. به خاطر خواهر بیادرت بالای نواسیم چیخ نزن. چیخ نزدیم مادر، از اون خطایی قسم گفتم. برجه من بگو که من اونجا رفتم. درست است خاله جان، مسرت میخوایم. اگر چتنه نبینم دلم آرام نمیگیره. برو جانم، چه کنیم دیگه؟ ما نریمانم با هم قسم میکنیم.
خودت خودی دینی؟ هر دقیقه به قسم چکر میره. حتی یک روزم در خانه بودن نمیتونه. مشکلات اینا هرگز تمام نمیشه. جنجالت زیاده است خواهر. چی بگیم دیگه؟ خدا برات صبر بده. خدا صبر بده. زهر سالی برای تکت گرفته چنار. خواهر جانم، میفهمم قلبت میسوزه. نمیخوایی که از اولادای جدا شوی. ما چطور برم زهر؟ چه قسم برم؟ مام نمیخواستم که بری، اما مشکلات خو میبینی چنار جان. سهر امرای هر دوی ما زد کده. باز اگه بالش فشار بیاریم همه چیز بهتر میشه و دیگه اینجا آمده نمیتونیم. امکان نداره. او هیچ وقت اجازه نمیده که با اسما و چتن نزدیک شوی. میفهمم زهر، اما امید دارم. میخوایم به خود یک راه چاره پیدا کنم. کاش که کدام راه حل وجود میداشت، اما اوضاع چقدر خراب است. هر روز یک حادثه میشه. به خاطر که سحر تو را ببخشه چقدر زحمت کشیدیم، اما اوضاع از او بدتر شد. اگه تنها سحر می بود تحمل میکردم. میگفتم بان مرا قاتل بگویه، اما حالت چتن و قدرت مرا از بین میبره. اونا با هم دشمن شدن. اسمان به خاطر حمایت چتن با قدرت روز با روز کینه میگیره. اولادای من در این حالت تو رها کرده برم زحل. یادت رفت چی گفته بودی؟ گفته بودی که با هم بسیار خوب هستن. گفته بودی هیچ وقت هم دیگر را ناراحت نمیسازن. چنار باور کو ای اولین بار است که قسم کردن. یعنی تا امروز تا به صدای بلندان با هم گپ نزده بودن. میفهمی؟ اینا را چی شده؟ اگه یکی دیگه خدا بکشن بازم دلشان یخ نمیکنه. ما چی بفهمم چنار؟ حتما قسمت بوده دیگه. وان وقتی که تو آمدی نمیفهمم چرا تمام اتفاقات ده همین وقت واقع شد. خواهر جان، میفهمم بسیار جگرخون میشی، اما ناحق تشویش میکنی. اونا با هم یک جا بزرگ شدن. حتی در طفولیتان بعضن قسم میکردن، اما بالاخره آشتی میکردن. ای بارام اما تو خواد شد چنار. تو راحت باش. ما و ترگت همیشه همراهشان هستیم. همون قسمی که تا امروز ازشان مراقبت کردیم، بعد از یوم اجازه نمیتیم که اونا به اتفاق شون. دلت جمع باشه جانم. راست میگه زهر. ای که از زنده بودنم خبر شو و ازم نفرت کنن، بهتر از فکر کنن که من مردیم. یک روز ثابت میشه که من بیگناه هستم. انشالله باز او وقت سر بلند مقابلشون میایم. انشالله جانم. بیا زود تا امروز اونا فکر میکردن که تو مردی. بعد از یام همون قسم فکر خواد کردن. میتونی با دیدنشانم بیایی. من هم رایت کمک میکنم. حالا چنار، اگه سحر تو را ببینه باز قیامت برپا خواد کرد. از اینجا برو، سالی منتظرت است تو را به ایستگاه میرسانه. درست است. چته خوب استی جان خواهر؟ خوب استی جان خواهر؟ چیز خو نشده دمتونی؟ خوب استم خواهر جان، تشویش نکن. نمیفهمی که چقدر ترسیده بودم کم بود قلبم استاد شود. ما خوبه جان گفته بودم مادر مامان خوبه. مامایت چیز نمیشه خورترک. حالا قصه کنین. ای آتش سوزی چه قسم رخ داد؟ چی گپ شد بیادر جان؟ از ایره نپرس خواهر جان. او مثل همیش گپ خدا تکرار میکنه، میگه حادثه بود. یعنی چی؟ حادثه نبود. اسما شیعه روی نکو، ولی از خدا بگو که چی گپ شده. کار قدرت بود خواهر. گفتی قدرت؟ اسما دیوانگی نکو. بله، تمامی کار قدرت بوده. میخواست بیادرم از بین ببره خواهر جان. او کاملا دیوانه شده بود.
حقیقت داره چتن، کار قدرت بود. نمیفهمم خواهر جان. وقتی در اونجا استراحت بودم قدرت داخل شد. بعد از اون از اونجا رفت و اتاق آتش گرفت. باور کنین دیگه هیچ چیز نمیفهمم چون به چشمم چیزی را ندیدم. پس چرا زودتری گپا به ما نگفتی بیادر؟ مطمئن هستم کار قدرت بوده. دیگه بس است. قدرت بسیار از حد خود گذشت. اسما دیوانگی نکوده جایت بشی. همیشه کارهای خراب او باید بی جواب بانه. برش بگو که از او رفته شکایت میکنم. اسما ای چیزا نمیفهمیم چطور شکایت کنیم؟ ببینی حتی چتنم مطمئن نیست. خواهر من میفهمی کارو بوده. حتی خالایشا میگه میفهمه. او تمام چیز دیده خواهر. افسوس بیچاره تمام گناه را سر خود گرفت. خانم آیشه هنوز نرفته؟ نه خیر نرفته. بیادرم همون نجات داد قبل از اینکه فکر کنه خدا دا آتش انداخت. اگه خالایشه نمی بود باز من در این دنیا نمی بودم خواهر. خدا را شکر که خالایشه سر وقت رسید. حلش میکنم تشویش نکنید. بیا زود نزدیک دفتر هستم با گرفتن لوازم میمونیم. امرای پکام گپ زدم امروزی موضوع را حل میکنم. درست است بچیم. خداوند کمکت کنه. منتظر خبرهای خوشت هستم. چی شده بیادر؟ چی میگه؟ در دفترش هست. امرای پک گپ زده شراکت از بین میبره. انشالله که خیرت باشه. از دست او مردم یک بار نجات پیدا کنین. انشالله ندیم. از بچیم دور باشن دیگه. هر کاری میخواین انجام بتن. خلیل برای یک مشتری پیدا کردیم. خوش آمدید ادریس. ایم خلیل است. بیگانه نیست. از خود است. آدم با اعتبار است. فکر میکرد که چی کار کنم. یک ماه میشه که به استانبول آمده. تقدیر است دیگه. به دکان تو آوردمش. هر چی که خیر باشه. خدا کنه جور بیاین. میاین. من تمام شرطا رو برش گفتیم. تشویش نکو. خوش آمدی عمر. ما منتظر تو بودیم. خوش آمدید. از آمدنتون خبر نداشتم. خوش باشین. شما آشتی کردین؟ با این خاطر اینجا آمدین؟ بله. از برکت خانم بکاشتی کردیم. بسیار کمک زنده باشه. بالاخره قدیرم قانع شد. نه خیر جانم. فقط کاری را که عمر شروع کرده بود ما تمام کردم. یک کار کوچک بود فقط همی. بسیار خوش شدم. مرا ببخشین. اگه از اول به گپایتان گوش میکردم باز بهاره قدر جگرخون نمیساختم. مهم نیست. شاید همی به خیرتون بوده. شاید هم اتفاقات رخ میداد تا قدر همدیگر را بیشتر بفهمید. همراه مادرتان گپ زدین؟ نه خیر. دیگه نمیخوایم حتی چهرهش ببینم. ای قسم نگو قدیر. او خانم مادرت است. بالایت بسیار زیاد حق داره. به نظر ما او خانم هیچ مستحق محبت نیست چون یک مادر واقعی نبوده. خانم بهار حق با جانب است. فعلا بسیار قهر هستن و یک قسم میگن. یک مدت که سپاری شوه قهرتان کم خواهد شد. خوب است. در مورد گپایتان فکر میکنم. اما حالا به اجازهتان میریم. باید یک بار پیش دکتران بریم. راستش آقا عمر با تشکر کردن پیش شما آمده بودیم. بازم زنده باشین. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر. اگر شما نمی بودین زندگی ما نابود میشد. استغفرالله. هرچی که خیر باشه. من فقط وسیله شدم. بله. من شما را همراهی میکنم. درست است. ماما میفهمی من نقاشی کشیدم. خاله مادرم تو همگی ما را کشیدم. امی آوردم اما مادرم بسیار عجله داشت. درست است. پس بار دیگه حتما بیاری. خب برام بگو که مامایت چه قسم کشیدی ها؟ بسیار کلان. تو بسیار شوخ هستی خورترک. خالایشم شما کجا میری؟ خالایشه؟ فکر نمیکردم که میرین. میخواین برین؟ وقت ما دیگه تمام شده. مزاحمتان نمی باشم. باید به قریه خود برگردم. آه خدا.
ما با شما عادت کرده بودیم. قسمت همه قدر بوده. بار دیگه وقت بیشتر با هم سپری خود کردیم. شما را بسیار زیاد دوست دارم. اینقدر دوست دارم. به اندازه دنیا دوستتان دارم. درست است. من شما را بدرقه میکنم. لازم نیست. با خدا می سپارمتان. متوجه همدیگیتان باشید. خدا حافظتان. بازم بیایید. خدا حافظتان. کنار ناراحت شدم. من میخواستی بدون خداحافظی بری؟ در پیش دروازه منتظرت می بودم. چری اولادم بیشتر از دیدن نمیتونستم زهد. اگر دیگه می بودم باز هرگز رفتن نمیتونستم. آی خواهرک مقبولم. آی انشالله بعد از زندگی زیبایی خود داشتی. انشالله. تنها امیدم است که بگناهی مثابت بسازم. باز یک قسم شرمنده نخواد بودم زهد. چنار از من خفه نباش خواهش میکنم. نتانستم کمکت کنم. نتانستم خلیل پیدا کنم و نه رابطه با سحر خوب دانستم. در اینجا برای جای دادن نتانستم. مرا ببخش چنار. حقیقتا ببخش. چی میشه؟ بخشیدم جانم. تو هم حقیقتا برم ببخش. بخشیدم خواهر جانم. اولادم به تو امانت هستن زهد. از اونا مثل چشمات مراقبت کن. تشویش نکن خواهر. دلت کاملا جمع باشه. خداحافظ. پیش رویت خوبی. وقت رسیدی باز برم خبر بده. خداحافظ. خداحافظ چنار. بالاخره رفتی چنار. خدا را شکر که از تو نجات پیدا کردم. معذرت میخوایم اشتباه کردم. عمر تو هم نمیخوایی مرا درک کنی جانم؟ عمر لطفا اینا را بان بکشیش تا با هم صحبت کنیم و بعد از او تصمیم بگی. مثل اطفال رویه میکنی. عمر دی همه سالا با هم دوست بودیم. نمیتونی به آسانی همه چیز از بین ببری. ایره بیبی سالها به خاطر یاد گرفتن همی کتاب مغز خدا آب نکدیم. قسم نخوردیم که با ظلم مبارزه میکنیم. تو ایره زیر پا کدی. این دفتر به خاطر چی باز کردیم؟ به خاطر تامین عدالت کار نمیکنیم. عمر بازم مرا غلط درک میکنی. تو فقط به خاطر یک موضوع کوچک از من روی میگردانی. ایره میفهمی؟ ما از روی نمیگردانم پک. اما تو تمام خیالات ما از ما گرفتی. ده ای سالا ما تو را شناخته نتونستم. لطفا قسم نکن. تنها اشتباهی ما ای بود که من از خواهرزادیم دفاع کردم و به خاطر که خواهرم اصرار کرد من مجبور شدم. چرا نمیفهمی؟ هرچی که باشه مجرم تو غذای فامیلم باشه
نباید بالاش رحم کنی. مسلک تو امیر جواب میکنه پک. باعث یک وکیل تو باید همی کارم میکردی اما نکردی. معذرت میخوایم اما اشتباهی بزرگ انجام دادی. چی گپ است اینجا؟ میشه بگوین چی میکنین؟ زنده باشی. خدایا تو از اولادم مواظبت کن. درد اونا را برم نشان نده. کمکم کن تا دوباره اونا را دیده بتانم خداوندا. قدرت، با قدرت خداحافظی نکنم. کاش خالایشا گل هیچ وقت نمیرفت. همراهش عادت کرده بودیم. باید هم عادت میکردی چون در هر قدم از تو حمایت میکرد بیادر. اسما تو باز چی گفته میری ها؟ تو چه قسم گپ ها میزنی؟ آقای مجرمام تشریف آورد. معذرت میخوایم قدرت جان. بیادرم ای بارم از بین نرفت. ازش نجات پیدا نکردی. تو چی گفته میری ها؟ ما هیچ کدام کاری نکردیم. ناق زحمت نکش. دیگه هیچ کسی نیست که تو حمایت کنه آقا قدرت. متاسفانه خالوشیتم چند دقیقه پیش از اینجا رفت. این موضوع به خاله عایشه چی ربطی داره؟ او به خاطر تو تمام گناه را سر خود نگرفت. این را بفهم هیچ چیز تمام نشده قدرت. شاید بیادرم از تو شکایت نکنه اما من به خاطر زندانی ساختن تو هر کاری که از دستم بیای انجام خود دادم. هر کاری که انجام میتی بته. روز نباش از پاچا نترس. هر کاری که میکنی بکن. باز چی شد اسما؟ از قدرت چی میخوایی ها؟ از اذیت کردن ای بچه خسته نشدی؟ بان مادر دقیقش نباش. هر چی که میخوای بان بگویه. اگر نه از حسادت خواد مرد. توریش خندی که فهمیدی قدرت باز پسندام که رفتی خواد فهمیدی. نمک حرامی نکو اسما. تو نمیشرمی که نان ما را میخوری و با بچیم جنگ میکنی؟ حد خدا بشناس. شما را ما بزرگ ساختیم. اگه به این رسیدین مدیون ما هستین. این کارت نمک خوردن و نمکدان شکستاندن است. با پول جیب خود است ما مراقبت کردین ها؟ اگه خوردیم از حق پدر خود خوردیم فهمیدین؟ از ما چوب باش. شما چوب باشین خواهر. دیگه بس از ما خاموش نمی باشیم. از دیگه هر دقیقه هر لحظه پول غذایی که بر ما میتن باز در خما میکشن واقعا خسته شدیم. تمام اینا به خاطری است که هرگز مقابل گپای ناقشان و ظلمشان هیچ چیزی نگفتیم. تو به خاطر ما هیچ کاری نکردی خانم کاکا. حداقل به چشمای ما سلکنه دروغ نگو خانم کاکا. افسوس به تو میگم اسما. چطور میتونی زحمات چندین ساله ما را ای قسم نادیده بگیری ها؟ در مورد کدام زحمات گپ میزنی؟ تو امروز به خاطر ما کدام کار خیر انجام دادی؟ تو همیشه فقط در فکر بچه نازانیت بودی. بعد اگه از دستت بشه غذای پسماندی قدرتم سر ما میخوراندی. بیادرم، خواهرم، ماما همه چیزا میفهمیم خانم کاکا. فقط به خاطر کاکایم خاموش ماندیم اما دیگه بس است. هرکس باید گپ دل خودم روز بگویه. راحت باش، کاکایم نیست. هرچی که در دلت هست میتونی آزادانه برای ما بگویی. آله که فرصت پیدا کردی مثل مار نیش خود زدی. اسما تو لیاقته هیچ چیز نداری. خوبتان کردیم. هنوزم کم از برتان. شکر کنین که از این خانه بیرونتان نکردیم. اگه میفهمیدم نمک حرام هستین ای کارا میکردم. اما اشتباهی معمی از دیگه چی کنم؟ زحل فکر دخترم پیش من بزرگ شده جوان. خیاشنیم نیست. مثل دختر خودم است.
تا امروز در مقابل خواهرش، در مقابل من هرگز بیادبی نکرده. مطمئن هستم قسم است، اما مشکل ما اینه ایسا قطرگوت. ما فقط در مورد مسائل کاری با هم کم مشکل داریم. بیبی جوان، ما بسیار دیر به شهر آمدیم. بیشتر عمر ما رو در قریه سپری کردیم. اپکام همو تو. ای که تخم چطور کشت میشه، چطور نگهداری میشه، چطور حاصل برداری میشه، قدر و قیمت او را خوب میفهمیم. دوستی هم همو قسم است. ما با دوستای خودم همو قسم ارزش میدیم. هیچ وقت با آسانی از کسی روی نمیگردونیم. چیزی که اپک رنج میته همی است. شاید تو درک نمیکنی، اما با اپک از دست دادن یک دوست مثل از دست دادن یک درخت پرحاصل است. حاصل زندگی دوستی است. اپک اجازه نداده که کدام دوستش در زندگی ازش ناراضی باشد. ما یاد گرفتیم چطور به انسان‌ها ارزش بدیم. اگر عدالت هم مد نظر نگیری هیچ فایده‌ای به دستت نخواهد آمد. ای که اپک خواست وکیل شوه فقط از روی شوق نبود. میخوایم بگویم که ای دختر هرگز به کسی خیانت کرده نمیتونه. حتی اگه دورترین دوستش در خطر باشه جان خود فدایش میکنه. درست است که یک سوی تفاهم صورت گرفته. تو زحل نمیشناسی، از این خاطر حق داری که اپک مقصر بدونی. اما ما بالای دختر کاملا اعتماد دارم. حالا دیگه این موضوع را قدر دراز نسازین و با هم آشتی کنین. شراکت خراب کرده مرا با کسایی که اصلا نمیشناسم مخاطب نسازین. استغفرالله. نمیری اما تو نیست عمر. درست است آقا ترگوت. شاید من غلط درک کرده باشم. بیبی زفر بیادر، از اینجا روزی حلال به دست آوردیم. با تام خیر میخوایم بیادر. آمین. زنده باشین. شما هم از پیسش خیر ببینید. زنده باشی. خداوند همراهت باشه. خب دیگه تبریک باشه. تو همی اعلان توسو که دیگه. کدام چای دیگه هم میخوایم؟ البته بیادر. البته. چیزایی که ما گفت حقیقت داره؟ تو در این مدت سر اولادایم ظلم میکدی؟ گپایی که با من گفتی دروغ بود؟ چی میگی چنار؟ تو متوجه گپایت هستی؟ اگه ای قسم می بود اولادای دهی همه سالا اینجا میماندن؟ فکر کنیم از ما راست میگه. فرض کنیم که همراهشان ما بد رویه کردیم. ترگوت چی؟ ترگوت اینا را مثل چشمای خود نگاه میکرد. تو همراه وعده کردی زحل. گفتی که از اولادای مثل اولادای خودت مواظبت میکنی. بیازو همه قسم کردم اونا را از قدرت فرق نکردیم. خودت خود دیدی چنار قربانه چه همه هیچ کم بودی ندارن. ترگودم چقدر بالاشون مهربانه. پس از ما چرا قسم میگه ها؟ پس چرا دگایشون خاموش بودن؟ چرا فقط اسمایی گپا بگویه ها؟ در این مورد فکر کردی؟ چون اسما نمک حرام است. هر کاری که کدم اسما را راضی ساخته نتانستم او هرگز خوش نمیشه. از خانه رفتن خوبان او تا میخوای مال امواله به دست بیاره. متوجه گپات باش زحل. اولادای من نمک حرامی نمیکنن، فهمیدی؟ تا وقتی که اذیت نشن صدای خدا نمیکشن. اسما اگه قسم میگه حتما کدام دلیل داره. بس از بگه هر کس میای از من حساب میپرسم. ما دیگه خسته شدیم. طی همه سالا مشکل وجود نداشتم و حالا همه گناه ها بگردن مفتیدم. اگه قدر فهمیده بودی پس شوهرت به قتل نمیرسانی و بالای سر اولادایت میبودی. آسان است که 20 سال بعد بیایی و مرا محکوم کنی؟ یک بار بپرس
خانم زحل دایی همه سالا زحمات چطور متقبل شد؟ 3 طفل که امانت بودن، قدرت از یک طرف، آسیا مادر از دیگر طرف. تو هیچ میفهمی که دایی همه سالا و چقدر زحمت کشیدم ها؟ اما بعد دایی همه سالا و بهترین شکل همه چیز اداره کردم. تمام این مشکلات بعد از آمدن تو پیش شد. به خاطر همه چیز تو مقصر هستی. در مقابل ما آمده مرا مقصر فکر نکن. یک بار گناه های خودم ببین. ما چی کردیم زحل؟ بجز از حمایت کردن از اولادم دیگه چی گناه کردیم؟ اما نتونستی چنار. تو موفق شدن نتونستی. میخواستی اولادایت با هم متحد بسازی اما همگیشون با هم دشمن ساختی. چرا نمیفهمی؟ پلیاز خدا از اینجا برو. تمام نظم خانه بر هم زدی، از زندگی ما خارج شو. پلیاز خدا از اینجا برو، ما را راحت بان. هیچ جای نمیرم، از اولادم دور نمیرم، همینجا میباشم. کنار تو چی کردی؟ یعنی چی که جایی نمیری ها؟ شنیدی دیگه، من هیچ جای نمیرم. 20 سال اولادم بی پدر و بی مادر رها کردم، اما بعد از این بالاش سرشان میباشم. تو دیوانه شدی چطور؟ دیوانه نشدیم، حال عقل به سرم آمده. فهمیدم که اولادم و چه قسم یک انسان امانت مانده بودم. من تو را انسان فکر میکردم، وجدانت اجازه نمیده که با اولادم بدی کنی، اما اشتباه میکردم. من با وعده وفا کردم، اما تو وفا کردن نتانستی خانم زحل. به خود بیا کنار. بنا حق گناهی مرا میگیری. گناهی تا میگیرم همه تره. من اولادم به تو امانت دادم، جان من خون من امانت دادم، اما تو چی کردی؟ همراهشون مثل بیگناه رویه کردی. حالا دیگه ناق وقت تضایی نکو. چیزی که باید میشنیدم شنیدم. بعد از این فقط مرگ ما را از هم جدا ساخته میتونه. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerimdeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum, senden asla vazgeçmedim, hep bekledim durdum.